کامپیوتر و به یه ویدیوی دیگه از چنل من خیلی خوش اومدیم. بچه‌ها امروز اومدیم با هم دیگه بازی فلپی برد رو انجام بدیم، ولی من امروز از بازار دانلود کردم و میخوام ببینم نسخه اصلی بهتر یا نسخه که داخل بازار از بردیم. این مناطق معلومه و بچه‌ها هدفمون اینه که تا 100 بریم. 6 7 مثل اینکه پولم داخل این بازی هستش. من نمیدونم، من فلپی برد رو زیاد بازی نکردم اصلا. یه اگه ویدیو تماشا کنی باشون تبلیغات رو تا آخر نگاه کن. تاس و تخت نمیخوام. من این تبلیغات تاس و تخت رو زیاد دیدم. 14 اوکی. من چیتر نیستم، این چیت حساب نمیشه، این شانس دوباره است. اوکی بهترین امتیاز 23 بود، اما حداقل میدونیم که میتونیم مپ رو از ما انتخاب کنیم. افزایش سوخت نمیدونم والا این چیه، ما میتونیم اینو عوض کنیم. طرح مختلف طرح مختلف هم میدونم، مثلا این بتمنه هر اینو دارن، اینا حکومت دارن، چرا با اینا این کار رو میکنی؟ آیرون من و هالکو کرده با تانک اول فصل. واقعا تو ذهن اینا چی میگذره؟ بریم دوباره بریم. من دوباره میخوام این بازی رو دانلود کنم که نه یه بار دیگه برم ببینم میتونم رکورد دفعه قبلیمو بزنم، اونم بدون تبلیغات. یعنی دیگه نمیزنم تبلیغات. اینجا رو که خوب رفتیم. ستاره تو خدا زیاد نیاد. ستاره چیز خوبیه، اصلا نمیدونم چیه ولی خوبه، ولی اون حواس منو پرت میکنه. بکن برو، فقط یه دیگه بری. رکورد خودم زدم. 26 تا رفتم، چیز 25 تا رفتم. خوبه با اون به اون اضافه شد، چقدر خوب. بازی شب شد. این بازیش اینطوریه که من دیگه نمیتونم نگاه کنم. ما رکوردیم. رکوردیم خوب. مدال ازم مدال نگرفتیم که. نمیخوام کاشی من اینترنت رو خاموش کنم. خب بچه من اینترنت رو میخوام خاموش کنم. خب بچه من اینترنت رو یه دقیقه خاموش کرده بودم تا دیگه اینقدر تبلیغات نیاد. ای بابا عجب گیری افتادیم. ما شروع دوباره. زمین میتونیم مپ انتخاب کنیم. چه مپای زیادی هم داره. این آخریه خیلی ترسناکه. مثلا اینا مرحله هن، ما مرحله یکیم. میگه اگه بتونی 5 تا بری. خب 5 تا برم چی؟ بریم ببینیم اگه 5 تا برم چه خب الان 5 تا رفتم. این مرحله طوریه.
از اینم بریم خوبه. این خیلی بهتره. این یکی میگه 6 تا. ای بابا.